ساعت 1:30 صبح داشتم با رفیقم تلفن صحبت می‌کردم. فهمیدالم گرفته است. گفت می‌خوای بریم ماشین رو برداریم دور بزنیم. گفتم نه بابا، قطع سفارش شده برای مچش نیومده گذاشته پارکینگ. گفتم مشکل میشه ولش کن. گفت بابا بذار بریم برداریم یه استارتی هم به موتور میزنیم. ماشین رو نگاه کن، چالنجر خاک رو نگاه می‌کنی. چند وقت دنبال هیچ کس نرفتم. قطعا خیلی بهش زنگ زدن دیگه این ماشین رو ولی اومد دنبال من. چرا؟ چون روزی که اینو نداشت پیاده بود با هم قدم زدیم. روز بالود روز تک کنار هم بودیم. الان این زیر باشه انگار نه انگار باز دنبال من میاد. یه سری آدم هستن که حالا یه ماشین خیلی معمولی تر میگن بلاکت میکنم فالوت میکنم دنبالت نمیاد. برای همینه میگم خدا به هر کی هرچی میدی اول اندازه لیاقتش بده دوم جنبه‌شو بده. اینم رفیقمون